قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. حضار محترم، سامعین نهایت گران قدر، ثواب جویان بارگاه الهی، نمازگزاران عزیز، نخست از همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا را سپاسگزار هستم که بار دیگر در خدمت شما سروران و عزیزان و بزرگواران با مفاهیم والای از دستورات مقدس اسلام در حضور شما قرار دارم. اینک تا فرا رسیدن زمان ادای نماز مکتوبه چیزی از مفاهیم والای اسلام را پیرامونی مسئله ستر و حجاب بر اندازه طاقت بشری با وجود کم بودن وقت با شما خواهم بود و در خدمت شما قرار خواهم داشت. آیه هایی که حضور پرنور و چهره های درخشنده شما قرائت گردید از دو سوره بزرگ قرآن، یک سوره نور و دیگر سوره احزاب گرفته شده بود. منابعی که در رابطه با ستر، با حجاب، با عورت و این مسائل بحث میکنه فقط همین دو سوره است. زیادتر سوره احزاب و سوره نور نسبت به سوره های دیگر. امکان دارد که در بعض سوره های دیگر هم به طور بسیار کوتاه یادآوری شده باشد، ولی در این دو سوره پیرامون حفظ حجاب، شخصیت زن مسلمان، عفت و عزت زن مسلمان، اجتماع اسلامی و این موارد بحث زیاد شد. از این جهت خدای برتر و توانا در کتاب مقدس خویش فرمود: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. این آیه نمبر 31 سوره نور است. ای پیامبر برای مؤمنین بگو، برای مؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشمان خود کنترل بکنن، چشمان خود فرو ببندن از دیدن جاهای نامشروع، از دیدن اماکن نامشروع، از دیدن موارد نامشروع. مورد نامشروع تنها دیدن به سوی زن نامحرم نیست، تنها این مسئله نیست.
بلکه مواردی است که به خانه همسایه چشم چرانیدن، کلکشک کردن، دیدن حرام است. مواردی است که نگاه زن بر زن حرام است. مواردی است که نگاه مرد بر مرد حرام است. این مسائل را ان شاء الله در این لحظات حضور شما بحث خواهم کرد. یک حدیث را حضرت ابو داود رحمه الله تعالی که یکی صاحب از کتب صحاح سته است، او روایت میکنه که نبی مکرم اسلام فرمودند لعنت الله علی الناظر والمنظور. لعنت خدا باد. لعنت در اصطلاح اهل لغت و در اصطلاح اهل تفسیر و شرع به معنای دور بودن از رحمت خدا. دور بودن از رحمت خدا. الله جل جلاله کسی که ملعون قرار داد و کسی که مورد لعنت قرار داد و با کسی که لعنت فرستاد، به این معناست که او از رحمت خدا دور است. این حدیث امام ابو داود رحمه الله تعالی که از ائمه اجله حدیث است، پیرامون عورت است. لعنت خدا بر نظر کننده که به عورت کسی نظر میکنه و لعنت خدا بر نظر کرده شده که احتیاط نمیکنه. اولا پیرامون عورت مرد. آیا امکان داره یک مرد برخی از اندامش به مرد دیگر دیدنش ناروا باشه؟ بله. عورت مرد امو عورتی است که به نام عورت صلاتی یا نمازی که در نماز الله جل جلاله به حفظ و حراست او دستور فرمود خذوا زینتکم عند کل مسجد. این آیه قرآن است. تمام مفسرین متفق بر اینند که مراد از گرفتن زینت در اینجا ستر عورت مراد از مسجد وقت نماز است. خذوا زینتکم عند کل مسجد. عورت خود را در وقت در نزد هر سجدگاه و سجده کردن حفظ بکن. این حکم خاص به نماز نیست. این مفسرین تصریح کردن اگرچه خداوند قید مسجد را گذاشته، یعنی در مسجد انسان تنها عورت خود حفظ بکنه و در بیرون نه، بلکه قید اتفاقی هست در همه جا عورت حفظ باشه، خصوصا در وقت نماز بیشتر و بیشتر. عورت مرد طبق که فقهای اسلام و جمهور علما بر این اتفاق دارند که از ناف تا زانو عورت است. در نفس زانو فی الجمله اختلاف وجود. برخی زیر زانو و برخی خود زانو را قرار میدن، ولی خلاصه مطلب که از ناف تا زانو عورت است به تمام معنا. یعنی از یک مرد به مرد دیگر از زانو تا ناف دیدنش بدون ضرورت حرام قطعی و مطلق است. حرام قطعی است. به هیچ وجه یک مرد اجازه ندارد که مرد دیگر را عورتش را از زانو تا ناف ببیند. این حرام است برش. استثناء دکتر، طبیب، پزشک و یا اندیوال سفر که به همین جا تو همسفر هستی با یک برادر، پایش میشکنه از زانو بالا یا جرح میشه یا مریض میشه که اینجا به تداوی ضرورت بسته میکنی، این صورت ها مستثناست.
چرا او جایی که منتهی به حرج میشه، منتهی به تکلیف میشه، خدای برتر و توانا حرج و تکلیف را از بالای بنده های خود رفع کرد. ببینید یک انسان اگر درست فکر بکنه، از ناف و بالا حصه زیادی وجود دارد، از زانو و پایین هم حصه زیادی وجود دارد. اینها اگر برهنه میشوند، اگر کشف میشوند، اشکال وجود ندارد. حتی در صورت ضرورت نمازم فاسد نمیشه. هیچ گونه مشکلی نه به نماز انسان پیش می آید و نه گناهی را در بر دارد. اما از ناف تا زانو اگر خدای نخواسته کسی به سهلنگاری بگوید، به تخفیف بگوید، از حرمت گپش خلاص میشه، کافر میشه. خیلی باید در این زمانه فساد، در این زمانه فتنه، در این زمانه شر، در این زمانه که لحظه به لحظه، در این عصر تاریخی که قدم به قدم دشمنان اسلام ما را تعقیب میکنند، دشمنان اسلام خوبی های ما، نفایس ما، زیبایی های ما، اون چیزهایی که پر ارج و گرامی در دین ما و مذهب ماست میخواهند از ما بگیرند. خیلی باید احتیاط داشته باشیم. این عورت مرد است که در نماز هم همین عورت را باید رعایت بکند و در بیرون هم. همین قسمی که عورت مرد ذکر کردم که از زانو تا به ناف سترش فرض، کشفش حرام، از یک مرد به مرد دیگر، از یک مرد در برابر زن اجنبی، تمام وجودش باید ستر باشه، باید نبینه همه وجودش. ببینید خیلی فرق میکنه. یک زن در برابر زن دیگر عورتش مثل عورت مرد است. یعنی یک زن از زن دیگر را از ناف تا به زانو دیدن حرام است بدون ضرورت. یک زن نمیتواند زن دیگر را از ناف تا به زانویش که دکتر نیست، پزشک نیست، طبیب نیست، قابله نیست و علت و مرض و درد هم وجود نداره، بدون علت و بدون مرض و بدون کدام ایجاب طبیعی و ضروری ببینید حرام مطلق است. حرام مطلق است، ناجایز و ناروا و نادرست. بعد از سنی بلوغ یک جا خواب رفتن دو مرد هم درست نیست، ولو که برادر باشه. یک جا خواب رفتن دو زن هم ولو که خواهر و خواهر یا دختر و مادر هم بوده باشه، برشان درست نیست. چرا؟ امکان دارد مواردی که خدا در شرع حرام قرار داده، زنا، لواط، قسم سومش غیر معروف است به نام سحاق یاد باشه. زنا خب معروف است که از دو مرد، یک مرد با یک زن یا یک زن با یک مرد رابطه برقرار میکنه به خاطر فعل قبیح زنا، از مقدمه شروع تا انجامش همش در زنا قرار میگیره. الله جل جلاله مسلمین در این عصر و شرایط حاضر که لحظه وجب زمین جوانا را به سوی زنا دعوت میکنه. خدا جوانای مسلمان را در حفظ و حراست و خاص خود قرار بده، عفت و پاکی و پاک دامنی و عزتشان را الله جل جلاله به یمن برکت خود حفظ محفوظ داشته باشه. خیلی عصر و شرایط و زمان بسیار خطرناکی است در نگه کردن دین و در نگه کردن ایمان. به همین راستا یک حدیث است، پیامبر اعظم علیه الصلوات و التسلیمات فرمودند: نظر به شهوت، نظر به نامحرم، نظر به موارد ناروا و نادرست
سهم من سهام ابلیس، این تیری از تیرهای زهراگین ابلیس است. نظر کردن به نامحرم، نظر چرانی به دختران نامحرم، به زنان نامحرم، سهم من سهام ابلیس، تیری از تیرهای شیطان است. و خدای برتر و توانا از او در قرآنش منع قرار داد. و در حدیث دیگری می فرماید کسی که چشم خود را از نظر کردن به نامحرم، از نظر کردن به ناروا و ناجایز و نادرست کنترل میکنه، فرو میگذاره، الله جل جلاله حلاوت ایمان را، زیبایی ایمان را، مزه و لذت و شیرینی ایمان را در قلب این انسان ایجاد کنه. خداوند جل جلاله از او مزه و حلاوت همه ما و شما را بی نصیب نگرداند و همه ما و شما را او حلاوت را نصیب بده. عرض کردم که زنا، ارتکاب فعل قبیح زنا از یک مرد و زن به وجود میاد. این نامش از زنا. لواط صحنه خطرناک، نادرست، نامنحوس که حتی حیوانات نفرت دارند، صحنه است که از دو مرد به وجود می آید. فعل لواط. فعل سحاق از دو زن به وجود می آید. این سحاق گفتنش. از این جهت دو مرد با هم یک جا نخسبند، استراحت نکنند، نشود، جلوگیری است، وقایه است، دستور است، به خاطر حفاظت بعدی، به خاطر حفاظت آیان، به خاطر آبرو، به خاطر عزت، به خاطر و امثال هم. چون انسان در حالت خواب نمیداند چیکار خواب کرد. اگر تو با برادرت در یک بستر خفته و استراحت کردی، نیمه های شب یک خوابی به اصطلاح رویای مخیله شیطانی دیدی که به سوی احتلام نزدیک میشد و در اونجا به همون قسم برادرت را در آغوش گرفتی و با او هم بستر شد، با سبا چطور با برادر سیل میکنی؟ یک مادر با دخترش همین طور شود، خیلی خطرناک است. شرع مادر است، مادر، شرع بلا تشبیه، مادر است، نه اشتباه، از مادر به ملایین مرتبه بیشتر و بیشتر است. از موارد انسان را منع میکنه، قسم به خدا که در فکر و خیال انسان بیاد. اما زمانی که او بلا به وجود می آید، زمانی که او صحنه تکان دهنده و خطرناک به وجود می آید و زمانی که مصایب و بلاها و مصیبتهای فرایند و نتیجه او بلا را انسان می بیند، باز می داند که شرع متین، شرع شریف، دین خدا، دینی مسلم، دینی که آبرو، عزت، عفت، شخصیت، تکامل انسان را در بر دارد، همانا دین اسلام. از این جهت ستر مرد عرض شد، ستر زن در برابر زن عرض شد، ستر زن در برابر اجانب، در برابر مردان بیگانه چطور است که آیت زیادتر اشاره به عموم میکنه. آیات سوره نور و آیات سوره احزاب. ستر زن در برابر زن، در برابر مردان بیگانه، مردهای اجانب، تمام وجودش ستر است، استثنای رو و دست که در نماز این اتفاقی است. اما خارج نماز منبع مکتب اصحاب پیامبر به دو بخش تقسیم میشه. یک، مکتب عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگه تمام وجود زن در برابر مردان بیگانه عورت است.
حتی رو و دست هست. این مکتب عبدالله ابن مسعود است. دوم، رئیس مفسرین مکتب عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما. عبدالله ابن عباس میگه حفظ حجاب زن در برابر مردان بیگانه تمام وجود استثنای روی و دست و از بجلک پایین که به آیه قرآن اردو استدلال میکنن الا ما ظهر منها، الا ما ظهر منها. زنان باید خود را بپوشانند، بر خود برقع بگیرند، بر خود چادر بگیرند، بر خود لباس بزرگ و منظم بگیرند که تمام وجودشان را بپوشانند. الا ما ظهر منها. الا در ادبیات عربی حرف استثناست از نظر تخصصی و فنی. عبدالله ابن مسعود میگه این استثناء در کالاست، یعنی تنها کالا را اگر مرد نامحرم میبینه، چی از جان زن جدا چی در جان زن، او اشکال نداره، اما وجود را باید نبینه، اندام را باید نبینه. تا اینجا که عرض کردیم این تکلیف زن بود که کارا را بکنه، تکلیف مرد. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگه مراد از الا ما ظهر منها چهره و بندای دست است که امت مسلمه در جامعه فقها همین دو مذهب را رفتن. یکی به مکتب عبدالله ابن مسعود اقتدا کرده که جمهور و اکثر علما بویند، و یک تعداد به مکتب عبدالله ابن عباس که امام ابو حنیفه و توده دیگری از علما به این راه رفتن. اما مذهب اتفاقی جمع بین اردو این است که پوش کردن روی و دستها هم بهتر است، تقوا است، از بهتر خالی نیست، یعنی خوب است. اگر باز احتمال فتنه بوده باشد، احتمال فساد بوده باشد، به اتفاق جمع مذهبین در او صورت باز پوشاندن چهره و پوشاندن دستها در او صورت واجب میشه. این به اصطلاح فی الجمله تفصیلی بود که از در رابطه با ستر و یا عورت همه انسانها، یعنی مرد و زن. از این جهت خدا دستور میده شما یک کمی دقیق شوین در آیت. من میخوانم شما دقیق شوین، بعد فایدهش میگه. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. ای پیامبر برای زنانت، برای دخترانت و برای زنان مؤمنات بگو که حجاب خود را حفظ بکنند. یدنین بپیچانند، با خود نزدیک بکنند بر خود جلابیب. جلابیب جمع جلباب و جلباب همون برقه و چادر بزرگی را میگن که از سر همه کالاها مثل این قبای بنده پوشیده میشه. خانم ها او را میپوشند. شما اینجا یک قید متوجه شده باشین، با پیامبر میگه قل للنساء المؤمنین، برای زنان مؤمنه. این سوره احزاب است. سوره نور قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. نظر به تحقیق مفسرین، آیات اولی در رابطه به حجاب سوره احزاب است. سوره نور دومی است که می شود سوره احزاب آیات حجاب در سال 5 هجری و سوره نور آیات حجاب مربوط به حجاب در سال 6 هجری بعد از غزوه بنی مصطلق یا مریسه نازل شده. بینشان این تفاوت وجود داره، ولی هدفش یک چیز است، بیان کردن یک چیز. قیدی که فایدهش ما بیان میکردم او را علما تصریح کردن که خداوند جل جلاله کسانی که حجاب میگیرن او را مؤمنه گفته، مؤمنات گفته.
اما کسانی که حجاب نمیگیرند، از حجاب به نوع منکرند، علما میگن مؤمن نیست. مؤمن نیست، مؤمنه نیست، او زن مؤمنه نیست. و دلیلش هم برخورد حضرت ام المؤمنین عفیفه کائنات عایشه صدیقه طاهره رضوان الله تعالی علیها است. میگه زنان از قبیله بنی تمیم در حضور گرامی همسر پیامبر ام المؤمنین عایشه طاهره صدیقه رضوان الله تعالی علیها آمده بودند. عایشه رضی الله تعالی عنها در وجود آنها کالای نازک و بسیار رقیق و خطرناک را مشاهده کرد. بعد برشان گفت که اگر مؤمن هستید این کالا را از جان خود بدر کنید، اگر مؤمن هستید این کالا را نپوشید، اگر مؤمن نیستید با هر قسمی که میخواهید استفاده کنید. یک نکته دیگری میخوام از قرآن عرض بکنم. اولین کسی که بی ستری و بی حجابه را در بین انسانها دامن زد کی بود؟ ابلیس نظر به آیه قرآن. خداوند جل جلاله میگه شما لباسی که در او زینت شماست و در او پوشش شماست، این را به خود اختیار بکنید. و لا یفتننکم الشیطان صدر آیه مبارک است. شما را شیطان در فتنه نیندازد چنانه که حضرت آدم علیه السلام را در فتنه انداخت و لباس را از جانشان کشید. یعنی این آیه اشاره به او صحنه میکنه، اولین صحنه بی ستری و بی حجابی بشر به اصطلاح بعد از آمدنش به دنیا که در جنت بود. الله جل جلاله برش فهماند که ابلیس دشمن تو هست. آدم علیه السلام هم پنداشت که ابلیس دشمنش است و ابلیس هم دشمنی خود را اعلان کرده بود. بعد رفت با وسوسه ای که با اون روایات مختلف در رابطه هست به انواع مختلف خلاصه داخل جنت شد، وسوسه کرد و حضرت آدم علیه السلام از شجره منهیه خورد. شجره منهیه خواه گندم بود یا سیر بود یا پیاده، هر چیزی که بود در اون فی الجمله اختلاف است و رأی اکثر بر گندم است. زمانی که این خورد لباس از وجودش رفت. لباس جنت است، او لباس با دنیا و اسرا سازگار نیست، چون گندم خاصیتی بود که باید این افرازات بشری را به بار می آورد و او باید به وجود می آورد. از برگه های جنت به ستر عورت خود استفاده می کردن، هم بی هوا هم آدم. شما صحنه را ببینید، اولین کسی که ایجاد بی ستری و بی حیایی را در بین انسان به اصطلاح تأسیس نهاد، اساس و شالوده‌اش گذاشت، او ابلیس و شیطان. حالا هم دو مکتب است، مکتب کفر و اسلام، مکتب آدم و ابلیس. مکتب آدم، مکتب انبیا، مکتب خدا، مکتب اسلام و مسلمین به سوی ستر، به سوی حجاب، به سوی حفظ عفت و عزت زن مسلمان دعوت میکنند. کسانی که طرفدار ابلیسند، کسانی که طرفدار شیطانند، کسانی که طرفدار کفرند، اونها با حجاب مبارزه میکنند، اونها با زنان محجبه مبارزه میکنند. آیا نشنیده اید یکی 2 سال پیش در فرانسه دختران مسلمان، دانشجویان مسلمان به خاطر حفظ حجاب از به دست آوردن دیپلم خود محروم شدند، به خاطر حفظ حجاب از برآمدن به جاهای عمومی، رفتن به اصطلاح به شفاخانه، به مکتب، به مسجد و امثالهم محروم شدند، به خاطر حفظ حجاب از تحصیل محروم شدند. ببینید غول جهانی، غرب مکار، واکنش طالبا در برابر دختران را به سطح دنیا اعلان میکنه که مانع تحصیل دخترها شده. درست است، اما از فرانسه چی؟ از فرانسه چی؟ چند قبل البته
در ترکیه عین شکل زنان مسلمان و محجبه از گرفتن دیپلم محروم شده بود. چرا اون غرب مکار؟ یقینا بعض سیاستمدارا میگن غرب سیاست دوگانه دارد. من میگم نه، غرب سیاست میلیون گانه دارد. یعنی در هر ثانیه امکان داره سیاست 95 درجه غرب با یک کشور، با یک دولت، با یک شخصیت سیاسی 95 درجه دیگه تغییر در هر ثانیه. اینها دعوت به سوی بی‌حجابی میکنند. مؤسسات ایجاد کردند، دختر خانم ها را مستعمره کردند، برای اونها پول گزاف میدن تا اینکه یک نوع لباس را بپوشند در انظار مردم، لباس چسب، لباس نازک، لباسی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عاریات کاسیات مملات مائلات رؤوسهن کأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا یجدن ریحها و این ریحها لیجد من مسیرة 500. الله اکبر. پیامبر خدا خبر داد زنانی که در ظاهر کالا دارن کالاشون در واقع کالا نیست، ستر و حجاب را مراعات نمی کنند، مملات و مائلات هستند، مردم را به سوی خود میلان میکنند، عشوه و کرشمه و ناز میکنند تا توجه جلب مردم را بکنند و مایل به سوی زنا هستند. اینها داخل جنت نمیشوند، بوی جنت بر مشامشان نمیرسد و حالا که بوی جنت از مسیری 500 سال را دور بر مشام انسان میرسد. یعنی خدای برتر و توانا این طبقه تبهکار، این طبقه که آله دست یهود و نصارا شدند، طبقه که آله دست کفر شدند، اینها را از جای دورترین نقطه محشر به سوی دوزخ میبره که بوی جنت که 500 ساله را دور میره به مشامشان نمیرسه. الله اکبر. آره هستند زنان مسلمان، زنان پاک دامن، زنان با دیانت، زنان با تقوا و با عفت و با عصمت و با عزت در این شرایط، در این عصر، در این تاریخ که قطعا سحر و افسون و به اصطلاح قصیده خوانی های غرب در گوششان، در ایمانشان، در عزتشان تأثیر نمی کند، بلکه بر همو مسئله پاک دامنی و عفت و عزت خود ادامه می دهند. خطاب ما برای خواهران مسلمان، برای خواهران مؤمن و مؤمنات و برای همه مادران است که ای مادران عزیز، شما مادر ملت هستید، شما مادر همه مردم هستید. نگذارید دخترانتان در کنار دشمنان اسلام، در کنار یهود و نصارا، در کنار کسانی بروند که ضربه مهلک و محکم بر پیکره مقدس جامعه اسلامی ایجاد بکنند. آری مادران ملت می توانند خدمات زیبا و شایسته بر ملت، مردم و بر جامعه بکنند و مصدر خدمات شایسته گردند. دختران امروز بدون شک و تردید مادران فردا و مادران آینده هستند که نسل آینده تربیه زیبا، تربیه‌ای که در قاموس اسلام بوده باشد در انتظار این مادران قرار دارد. این مادران را باید از حال در زیر تربیه گرفت. شما باور داشته باشین، من یقین دارم، خدا شاهد است، اگر خانواده بخواهد که کلچر و فرهنگ و نظام اسلام را بر خود پیاده بکند، کدام قانون، کدام غیرت، کدام به اصطلاح قدرت وجود دارد که او را از عمل به اسلام منع بکند؟ هیچ به طور انفرادی هیچ امکان ندارد. درست است تعدادی از سیاستمدارای ما عرض کردم امو فریفته سیاست بوقلمونی غرب شدند و بازی خوردند و زیر تأثیر رفتند و بر اسلام العیاذ بالله از اسلام کنار رفتند و تفره رفتند و هر کاری که خودشان میکنند به میل شهوت و به میل شیطان او را اسلام نام بیمانند. آره بیاین فیلسوف بزرگ اسلام حضرت علامه اقبال لاهوری در رابطه با مادران اسلام و مسئولیت سترگشان در برابر جامعه بزرگ و مقدس اسلامی چی میفرماید؟ در اخیر با همین اشعار زیبای حضرت اقبال بزرگ رحمه الله میخواست سخنان خود قطع بکنم که به خاتمه برسانم. ای ردایت پرده ناموس ما
ای ردایت پرده ناموس ما. ردا امی چادر میگه، چادر عزت و عفت مادران مسلمان میگه. این شعر 3 مطلب داره سر تا پا. امکان داره که 20 سطر باشه ولی 30 مطلب داره. یک، برجستگی مقام، مکنت و جایگاه و عزت زن در اسلام. 2، توطیه و دسیسه غرب مکار یهود و نصارا در پرتو ایشان. 3، مسئولیت این پدیده زیبا و بزرگ در جامعه چی باید بکنن. از تمام اشعار انشاءالله کل این مطلب را شما خواد گرفته. همین 30 مطلب داره، بسیار مطلب نداره. عظمت و مکنتشان، توطیه و پلان دشمنان اسلام و مسئولیت مادران اسلام در اجتماع اسلامی. ای ردایت پرده ناموس ما، تاب تو سرمایه فانوس ما. تنتی پاک تو ما را رحمت است، قوتی دین و اساس ملت است. کودکی ما چون لب از شیر تو شست، لا اله آموختی او را نخست. الله اکبر. چی تعبیری داره اقبال، خدا شاهد است. هر شیر اقبال شمشیری بزرگ بر رخ دشمنان اسلام است. می تراشد مهر تو اطوار ما، فکر ما، گفتار ما، کردار ما. برق ما کو بر سحابت آرمید، بر جبل رخشید و در صحرا تپید. ای امینی نعمت و آیین حق. مادر میگه، این خطاب ها همه با مادر است، با مادر، مادر مهربان. در نفسهای تو سوزی دین حق. حال شروع میکنه با پلان توطیه گرای دشمنان. دور حاضر ترفروش و پرفن است، کاروانش نقد دین را رهزن است. کوری یزدان ناشناس ادراکی او، ناکسان زنجیر پیچاک او. چشم او بیباک و ناپرواستی، پنجه مژگان او گیراستی. صید او آزاد خواند خویش را، کشته او زنده داند خویش را. بس خلاص باز می آید به مسئولیت مادر. آب بندی نخل جمعیت تویی، آب بندی نخل جمعیت تویی. حافظ و سرمایه ملت تویی. از سر سود و زیان سودا مزن، از سر سود و زیان سودا مزن. گام جز بر جاده آبا مزن. هوشیار، هوشیار از دست بردی روزگار. هوشیار از دست بردی روزگار. گیر فرزندان خود را در کنار. الله اکبر. کسانی که اشتباه کردند، دختران خود را به مؤسسات یهود و نصارا به خاطر دلار روان کردند، اگر میبینند که منحرف شده دختران خود را به کنار خود بگیرند و رزقشان را از خدا بخواهند. گیر فرزندان خود را در کنار. این چمن زادان که پر نگشاده اند، این چمن زادان که پر نگشاده اند، زاشیان خیش دور افتاده. اطفال ما در عمق جهل قرار دارد، از اسلام خبر نداره، دشمنای اسلام شکارشان میکنند. این چمن زادان که پر نگشاده اند، زاشیان خیش دور افتاده اند. فتنت تو جذبه‌ای دارد بلند، چشم هوش از اسوه زهرا ببند. ای مادر اسوه زهرا را به خود بگی، شیوه فاطمه و زهرا را به خود بگی. چرا؟ تا حسین شاخ تو بار آورد. نتیجه و ثمره چیست؟ این نتیجه و ثمره و مسئولیت. تا حسین شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.